قماندو شرف مدیا تقدیم میکند. با کانال شرف مدیا ابونه شوید و از نوارهای نو مخبر شوید. شما صحت میشوید. پسرتون شما رو تبابت میکند. صحت میشوید. برات زنده است؟ زنده است؟ پسرم زنده است؟ قماندو نمیرید. پسرم در کجاست؟ برادم کجاست؟ پسرکم در کجاست؟ انا دیدید راگر باز دکتر را پنهان میکند. دانسته گیرید که کسی از دست من نجات نمییابد. این به همتون دست شود. زودتر راه گردید. زودتر راه گردید. زودتر به این طرف. برده ایستادن. پدر یگون کار کنه روخیر. ای دخترم از دست من چی میآید؟ من چیکار کرده میتوانم؟ بابا چیکار کنیم؟ اونها رو برده ایستادن. من نمیدونم چیکار کنم. برده ایستادن. بناموسا رذیلان نمیرم. نمیذارم که دخترم را برن. صبر کن میگویم. صبر کنم؟ چگونه صبر کنم؟ فرزندم را میبرند و من صبر کنم؟ کی به این دار طاقت کرده میتواند؟ کی؟ حمید راست میگوید. گفته بودم که بر ضد این بی‌ایمانی ها مبارزه بودن لازم، اما شما به گفتم گوش نکرده. رئیس راست میگوید. ریشه این بی‌ایمانی ها را کندن لازم. این کار را آسان گمان نموده اید. اگر از پسشان دارید زینب و دختر را به قتل برسانم. تو همین را میخوای حامد؟ چی کار کنم؟ نشستم مرگ دخترم را انتظار شوم بابا. اونها را نمیکشند حامد، نمیکشند. با خواست خدا زینب و دختر صحت و سلامت برمیگردند. آخه چه برمیگردند؟ چطور؟ دیدید آنها را چه بردن؟ در این مملکت قانون است، نظام است. در حال با پلیس خبر دادن لازم. زودتر. بابا ابراهیم راست میگویند. آقای مصطفی اگر پسرم زنده باشد پس کجاست؟ کی میخورد؟ کی میپوشد؟ میگوید چی کار میکند؟ در خانه کیست؟ آخر به من نگفته رفته؟ یا اینکه او با شما بود؟ شاید آقای دکتر برادم باشد. حادثه را با پلیس عرض نمودیم. رئیس سربازان کی میآیند؟ شاید پگاه صبح اینجا شوند. تو چی ها میگویی؟ تا پگاه آنها را به قتل میرسانند رئیس. از دستم چی میآید؟ کنی همه خانه به خانه. مادر جان با شما چی شد؟ من را به حالم گذار دخترم. دکتر کجاست؟ خاله زیلو آقای طاهر را بردن. چی؟ زینب را هم بردن. خدایا توبه. اکنون چی می شود؟ چی کار میکنیم؟ ما چی کار کرده میتوانیم؟ سربازان رو انتظار میشویم. بیایید مادر جان میرویم. خدایا من همه این را چه خیلی تحمل نمایم. آروم شدید. آن خائنان، آن بی‌انصافان پدری دختر را پراندن، او را به قتل رساندن. چه میگویی جلال؟ راگر زود کرد. تو چی شد زینب؟ دیگر قوت ندارم. چی کار میکنه؟ طاهر
تو با فکرم از جام سیر شده ای. آنجا چی گپ است؟ چی گپ شد گفتم؟ دکتر از حد گذران سینا. ام بدهید پرونا. حالا بر وقت. حاضر عینی مدعا سینا و من باشد حاضر کارش رو تمام کنم. نمی شود. کنه رفتیم. کنه گذر. همه تو نگاه کردید. خیز از جایت. بیره زود باشه. زودتر. رمزی جسد را برای جنازه به مسجد برید. خوب شد است بابا ابراهیم. دخترم حالت نه آنقدر خوب است. او در اینجا مهمان بود. بیچاره از کجا میدونست که به سرش چی ها می آید؟ دخترم از آدمانی بیدین و بی ایمان با چرا انتظاری؟ خدا اصلاحشان نباید. کنی دخترم به خانه رو کمی استراحت نموده به خود بیا. برفین برو رو رفتیم مادر جان، کمی استراحت میکنیم. بابا جان احوالشون چی میشده باشه؟ نمیدونم دخترم، نمیدونم. در امان خدا. حالا باید ما خبری وفات آقای مصطفی را به همسرش رسانیم. رقم تلفنی خانه دکتر را نمیدونی دختر؟ در یک دفتر رقم تلفن رو نوشته بودن. حاضر رفتم میبیورم. کنی را بیار. یک لحظه صبر کنید. مگر در ده پول یافتن آسان است؟ ها؟ فهمیدم. البته همین که پول یافتم زود با شما میفرستم. شد فهمیدم. خیر مایلک زنگ میزنم. پدر با کی گپ میزدید؟ کارت چی؟ این کیست؟ چی میخواهد؟ چی میفرستید؟ کارت چی دخترم؟ تو چی از پدرت حسابات میپرسی؟ کنی رو از اینجا. از پس کارت چی؟ بابا ابراهیم اومدند. اگر بند نباشید تلفن کردن میخواهند. رفته گوی درآیند. مرحمت بابا ابراهیم. خوش آمدید بابا، خوش آمدید. مرحمت درآیید. به عائله مرحوم خبر دادن من لازم. میدانم خیلی کاری دشوار است. دخترم دیلا کنی به آن رقم تلفن زنگ زن. مرحمت گذارید. بابا اگر مادر توهیر از او پرسون شود چی میگوییم؟ زودتر راه گرده. زودتر زود باشه. یولمس مرگیر او رو بند. مالش سینا مردم ده از جامون با خبرند. شاید با سربازان نیز خبر داده باشند. اینجا برایمون خطرناک است. راست میگویی. یکین اول کمی استراحت کنیم. بعداً به جای پیشینه‌مون میرویم. فهمو. دیدی با دقت باش. فهمو؟ مالش یا با دقت باشید. مالش منو پراندن میخواهی؟ چی؟ اجازت نمیدی؟ میترسی که حقیقت رو باید میفهمد. از چیزی نمیترسم. وقتش رسد خودم به بابایم همش رو میگویم. دیدی او چیکار کرده ایستاده است؟ یولمس دیگر از پیش خودت قرار نبرار. اینها رو باید زیر پا نمایم سینا. معلم مایلش لیکن دکتر باید بمیره. خاموش. به من نگر یولمس. مرا با دقت گوش کن. در اینجا سردار منم. مجبور هستی که به امرهای دادم به یگان پرسیشی طاعت نمایی. چیزی که من گویم همان میشود. دیدی هر دویش را پران. کشتن فایده ندارد. دکتر به ما لازم میشود. من چیزی میگویم همان میشود. هر دویش را شرف مدیا تقدیم میکند. با کانال شرف مدیا ابونه شوید و از نوارهای نو بخبر شوید. باید مصطفی باشد. مصطفی؟ لبه؟ من روبیا همسر مصطفی. شما کیستید؟ من ابراهیم از دهه آبی کلان. گوشم به شما آقای ابراهیم.
خانم رابیا چه خیلی گفتنم رو نمیدونم آقای مصطفی وفات نمودن همدردیم رو قبول نمایید مصطفی وفات کرد نخون الو خانم روبیا پسرم رو برگردونه او رو میخواهم دختر به این طرف راه کرد تو هم بزمی از جاتان نجنبید. شرف مدیا تقدیم میکند خیر این رو بمنده این به مردگان لازم نمی شود خیلی زیبا بود است خون مکتب را در آن دنیا میکشایی ها شما را با همین پرانم یا با آسمات تیر باران کنم یک طرف استید یا اینکه با یک تیر دو فاختک زنم کدامتون را اول پرانم کدامتون را گردنه استابیده این کار را بدتر اجرا میکنه چرا رومان کردی سینو تو به هر کار دخالت نکن بیدی با من بیا کنی همتون پراکنده شوید یک بار دیگر بختتان خندید قریب بود که ما رو میکشتند چرا از این دیگه نرفتید چرا به پدرتون رو گوش نکردید شاید آقای مصطفی رفته باشند بله شکر که با او روبرو نشدند اگر میفهمیدند که پدرم افسر نفاق خور است او را زنده نمیگذاشتند شرف مدیا تقدیم میکند با کانال شرف مدیا ابونه شوید و از نوارهای نو بخبر شوید آمین خدایا خداوند گناهایش را مغفرت نماید کشت و اومدنی همسرش منتظر می شدیم بابا راهش دور است آمدنش وقت زیاد را میگیرد جنازه خانان تا رسیدنی او انتظار نمی شوم همسری آقای مصطفی می آید گفتید بابا زنی بیچاره به راه بر اومده است یعنی بدی هم می آید بابا ابراهیم آقای حمید همه را مسلح نموده برای آوردن زینب می رود آخر این کار خیلی خطرناک است به طاقتش به سر ما بلا می آورد یا خدایا توبه بیچاره آمده پسرش را پرسد چی جواب میدیم دیلا؟ بابا هم در دیگه همسایه بودن آقای طاهر رو گفتن ما نیز همین میگوییم همون زبان یک میکنیم بابا درست گفتن زن بیچاره شوهرش رو از دست داده است و اگر واقعه به سری پسرش اومده رو فهمد
مادر جانکم. به دهمان هجوم کردند، مالهایمان را دزدیدند، زینب طاهر را بردند. و شما میگویم برادران، ترسیدن و پنهان شدن لازم نیست. همه‌مان سلاح داریم. همه جوانان ده را دعوت کن، به دست هر کدامشون سلاح داده به اینجا بیان. فهمیدم آقا. زودتر گفتم. حامد راست میگوید. به کوه برآمده سزای آن خائنان را دادن لازم. آنها از خدا نمیترسند. رفتم از پس من برادران. را دهید به وای ابراهیم. معلوم میشود خطای را که آن دشمنان کرده ایستادند شما نیز تکرار نمودن میخواهید. کسی را که بردن دخترم است، از خون من است، جان من است بابا. زینب دختر ما نیز هست. مهمان هم فرزندمان حساب شود. حامد وظیفه‌مان سلاحداران را به پلیس سپردن است. نفهمی؟ پلیس را انتظار شویم. تا آمدن پلیس آنها هم زینب و هم دختر را به قتل میرسانند. رافع چرا تو همه رو به شور میاری؟ و برادر ضرر رساندن میخواهی؟ تو را با آتش پرتافتن میخواهی؟ توبه چرا برادرم را با آتش میپرتافتم؟ شما چه ها میگویید؟ این طور که باشد هم برادرت و هم جوانان را به این کار همراه نکن. این کار را با سربازانمان میسپاریم. انشالله سربازانمان آنها را نجات میدهند. سینام نیاید. سینام زود باشید. زودتر صف کشید. زودتر. برید به آنجا فرتایید. خوش آمدید سینام. خوش باشی لیلا. اینها کیستند؟ دکتر و معلمه دهند. تو از پس کارشم لیلا. فهمیدم سینام. کنی زودتر. رفتیم. مشقمون را دوام میدیم. با دقت باشید. دیدی؟ لبی. حالا وقت خوراک شد. اوز فرمان میدهم تیار میکنند. بگذار یلمز خوراک تیار کند. یلمز بابا خوراک تیار کن. این وظیفه من نیست. سینان این را گفت. فرمان را اجرا کن. کنی زود باش. زودتر. با کی میگویم؟ زود باشید. زودتر. آنها هنوز کودکند. وقتی که همسری آقای مصطفی اومد از این سراغ عباراتم را میپرسم. از او میپرسم که طاهر برات من است. شاید خیال بیهوده کرده ایستاده باشم. شاید دختر فرزندی من نباشم. مادر جان این چیست؟ هیچ چیز نه. چی میشد؟ گرسنه شدی؟ گرسنگی رو تحمل میکنم لیکن خیلی ترس نشدم. آب دهید به ما. آب نیست. به ما آب دهید. به این بیچاره آب دهیم ها. اشتهای تام هویدا. تشکر. به مردگان آب لازم نمی شود. به همش من گناهگار ببخشید. زیر نشا. من خوبم.
جنگاوران شجاع من، سلاح را راست گیر، مردان واردار. پهلوان تو چی نام داری؟ نامم احمد است. یگان بار پرانده ای؟ پرانده هم کماندو. دشمن را پراندی؟ دعوای ناموس اپم را پراندم. با من بیا احمدی جنگاور، بیا. آنها چیکار کردنیند؟ نمیدونم. احمد اگر دشمن را بینی میپرانی؟ البته. انا دشمنانت احمد. یعنی قهرمان آنها را پران. با خونالوده شدنی دستانتان کفایه نبود که باز از این کودکان جنایتکار میسازید. احمد پران. تو احمد هستی؟ احمدی دادر جمیله؟ مرا نشناختی؟ مهمانی به دهتان آمدم. گوش نکن احمد. این باشد معلمه ده زینب است، دختری آقای حمید. ما دشمن نیستیم احمد. بابا نجات میوبند گفته همه رو امیدوار ساختید، لیکن به گفته هایتون باور دارید؟ با خواست خدا نجات مییابد دخترم. شما آنها رو مرده گمان میکنید، لیکن به ما گفته نمیتوانید. از خدا نباید ناامید شد دخترم. خدایا آنها رو در پناهت نگه دار. پران میگویم به تو، پران. احمد پران به تو گفتم، پران. اما بین چی میپرانند؟ یاد گیر. تو کاردان نشو، بگذار یاد گیرد، سنگدیر شوم. مرگشان در دستی همین کودکان است. بله در دستی همین کودکان. رو از اینجا. بیا با من بیا. باز هم بختتون خندید. رزیل بیعقل. چی گفته ایستاده است؟ شما میشنوید؟ نمیشنوم. جسور شوید، از مردن و کشتن نترسید. همش بحری دعوا و آزادی امان است. نباید ترسی. همین خیلی نه احمد؟ بله قماندو. بین حالا هم ترسیده ایستاده ای. مرد شو. حالا ترسش میگذرد. نکنه دا پیلالو. چی شد؟ چرا کودک داد زده ایستاده است؟ ترس شوند گفتا به آنها جزای مخصوص میدهند. چی شد؟ زینب از اینجا گریختنمان لازم. بخیر از نوبت دار. همه‌شون خوابند. با این احوالمون چطور نگریزیم؟ تو گرد و اطراف رو نظارت کن. با دقت باشید. هوا سرد است. بله. طاهر زودتر.
تو بازی خط بود. من رفتم اونها رو خبر گرفته می آیم. ملش اومده ایستادند. شوید. خیر از دکتر. طرف بزن. لعنتی باز گرفتنی شدی ها؟ ایستا چی کار کرده ایستاده ای؟ یولمز اینها گرفتنی بوده. سینان خودش میداند با آنها چی کند. تو کار دار نشو. چشمتون بکشوید توهید. چشمتون بکشوید. بکشوید. برای سلاح با دستان را یافتن همان کمک شما لازم. از ده همان یک نفر را راه بلد بفرستید. رئیس با آقای سرداریاری رسون. یکتان همراه سربازان رفته غار را با آنها نشان دهید. من با آنها میروم رئیس. براه میبرایم. تو از سردار زود باشد بچه ها. رفیق سردار لبا یکی از آنها دخترم است، معلمه هست. انشاءالله او را صحت و سلامت برمیگردانیم. انشاءالله. خدا یارتان باد. خدا نگهبانتان باد. میرویم بچه ها. میرویم. خدا یارتان باد برادران. خدا باشد جاران ندارد کنید. من بابا ابراهیم رو میجویم. مرحمت. من ابراهیم دخترم. من همسری مصطفایم. براستی شما چی همراه سربازان آمدید؟ خیلی زود آمدید. آقای ابراهیم پسرم در کجاست؟ آقای دکتر حالا از دهه همسایه بر نگشته است. ستانی خانم به تو چی کار میکنم؟ و شما گفتن که آنها در قبرستانند. انا آنها دیدن امروز هم نصیبم شد. همسر خدا رحمتی. فهمیدم بابا. دخترم بس کن. برخیز. اکنون تنها باید در حقش دعا کنیم. زلال او را به خانه‌ات به خود آید. از راه دور آمده است، خسته است، کمی استراحت نماید. خدا به شما صبر دهد. خیزید می رویم. رمزی اکنون میتوانی به دیه برگردی. مایلش آقای سردار. بخوب یک میشونه با مخوب. 2 نفر پاسبانی میکنن. معلوم است که گرو بان دارن.
باید هر دویشان را زنده دستگیر کنیم. فهمیدم. خب حمزه نفرمایید من تسلیم شوم. چیکار کرده ایستاده است؟ چی همه کرد؟ گریه کرده ایستاده است. بویه رفته کمتر گپ میزدم. درباره چی گپ میزنیم قیزبان؟ درباره شهر؟ آخه در شهر زندگی میکنه. تو چی ها میگوی؟ قیزبان زنی بیچاره خم داره. تشکر زیاد خانم زلا. راهی دراز را طی نمودید. شاید گروس نموندید. خوراک بیارم. تشکر. اشتها ندارم. شما طاهر رو نشناسید؟ نه خود نشناسم. آقای دخترم را نجات داده بود. پدرش رو چی؟ او رو هم شناختید؟ ها البته شناختم. این همان است. زلا مادر طاهر. وقتی حقیقت را درباره براتم پرسیدن رسیده است. پرسیلال طاهر پدرش رو بی نهایت دوست می داشت. مرگ پدرش رو فهمد خیلی غمگین می شود. بیچاره الان دارد نمی پرسم. طاهر کی بر می گرده؟ دیهی رفتهش از اینجا دور است. معلوم نیست کی بر می گردد. خدا نکرده با او یگان واقع روی دهد و شما بخبر مانید. انشاءالله احوالش خوب است. خداوند از بلاها ایمن می دارد. به او چیزی نمی شود. انشاءالله صحت و سلامت به دیهمان بر می گردد. طاهر آنها چی کار کردن میخواهند؟ نمیدونم زینب. احمد کنی از جایت برخیز. آفرین بدی. کنگی گیر نترس. احمد برای نابود کردن دشمنان آماده ای؟ بله آماده ام قماندان. یا رفتیم. اگر آخرین آرزویمان رو پرسند چی میخواستید؟ تنها صحت و سلامت به دیها برگشتنت رو میخواستم زینب. تیار شو احمد. کنی شیر بچه در رو برای دشمنان بستادن. پران آنها را. با آنها باور نکن احمد. آنها شما رو فریب میدهند. پرت و سلاحت را. ما به تو دشمن نیستیم. دشمنان اصلی آنهایند. دهان این دختر را بند. بدی. آی دختر دمت را گیر. بس کن زینب. تو چی ها میگویی؟ کنی شیر بچه آنها را پران. تو اینجایید. گذر لطفا به این طرف. زودتر باشد به این طرف کنی. اگر گریختنی شدن هر دوشان را پرانید. فهمیدیم قماندان. رفتیم.
گریزه شاید به پناهگاه رویم. نمیشه وقت ما رو میبینن پرا گردن. احمد، من تو رو از روز تولدت میشناسم. وقتی خود سالیت رو دایم به آغوشم میگرفتم اپاک حساب میشوم. دمت را گیر، من تو رو نمیشناسم. احمد، بیعقلی نکنید بچه ها. در این سین سال باید به جای سلاح در دستی همتون قلم و دفتر می بود. باید به خونه هایتون برگردید. به خونه رفتن میخواهید؟ بیایید من شما رو به خونه هایتون میبرم. رفتیم. از جایتون نجنبید، داد نزنید وگرنه هر دویتون رو میپرونم. چیگاه؟ اینجا چی شده ایستاده است؟ محمد؟ ما رو یاد داری؟ محمد او رو میشناسید؟ میشناسم. یولبا! بیا قریب که میگذید سگی تو بود. بیا بزر. یک لحظه ایست. اکنون تو محمد چوپان رو خاندار میکنی؟ بله. همه یک جای محمد رو خاندار میکنیم. این هم یک بهانه. محمد خاندار میشود؟ او حالا خیلی جوان است. کدام کسافت؟ محمد چوپان است. انسان خوب است. با من یاری داده بود. چرا او با سلاح درون همراه شده باشد؟ باوریم نمیآید. او در اینجا چیکار میکنه؟ باید خاندار میشد. از اینجا گریختن نمیتوانیم، هممون رو میکشند. تسلیم میشوید؟ نمیشویم تا آخر مبارزه میبریم. من مردن نمیخوام سینام. تسلیم نمیشوی لیلا. این کارا نکن. تسلیم میشوم. نپرانه. لیلا نرو، ایستا گفتم. لیلا ایستا گفتم. هر کسی جان از شیرین بوسه کنید. ایستا بیدی نرو. بیدی مرا مانده مرو، تو را میپرانم بیدی. یلماز مرا تنها نگذار یلماز. البته سینم، البته رفتیم. نجوم از جهت نجوم. آب در اینجاست، نوشید. به خدا میپرونم. تشنه ماندن گناه است. ما آب نوشند. ما رو شناختی؟ شناختم آقای دکتر. اینجا چی کار میکنی؟ ویلت دار نشدی؟ چرا ویلت رو پرتافته با کوه آمدی؟ چی خیلی آیله دار دکتر؟ خانه دار نشدم. عروس شونده هم بیمار شد. در ده همون دکتر نیست. دوست داشتم در پیش چشمانم جان داد.
نویلاج جان دادنی دوست داشتم را تماشا کردم. اگر یک دختر می بود شاید او نمی بود. یک دختر در ده زیاد است مگر. لیکن ما در اینجا چیزی نداره. بیمارخانه نیست، مکتب نیست، قوه برق و آب نیست. چی ما انسان نیستیم که اینها رو نداره؟ فکر کردم که این باید تغییر یابد. از این رو با خود سلاح گرفتم و با این آدمان به اینجا آمدم. سلاح راهی حل کار است. مقصدی آنها شما رو به کوه آورده پراکنده کردن است. با آنها باور نکنید. با این راه با مقصد نمی رسید. خدا از شما راضی باشه. با اشتیاقی تشکر. آرام شده است. گمان میکنم وقتی پرسیدن رسید. خانم رابیه از شما یک چیز رو پرسیدن میخواهم. همدردیم رو قبول کنید خاله. خدا از تو راضی باشد دخترم. من دختری رئیس نامم قزمون. شما از استانبول اومدید؟ بله دخترم. این نقی رو چرا چیکار کنم مادر؟ به اون ندر رو گفتم زده در اومد. خداوند به پسرتان عمر دراز دهد خاله. تشکر دخترم. شما خاطر نشوید. سربازان آمدن با خواست خدا آقای طاهر را از دست سلاحداران نجات میدهند. دخترم تو چیکار میگویی؟ چیکار میگویی؟ کدام سلاحداران؟ همان سلاحدارانی که آقای دکتر را بردند. خدایا، یعنی سلاحداران طاهر را بردند؟ نه تنها او را، معلمه زینب را هم بردند. شما خاطر نشوید، آنها را البته نجات میدهند. دختری بی عقل. من چی گفتم؟ حالا هم گپ زده ایستاده ای. کنی رو از اینجا رو. راستگویی در بلا میمانی. رو قزبان، رو از اینجا. رو. طاهر پسرم، تو را کجا بردن پسرم؟ یاریده طاقت کنید سینان، طاقت کنید. سینان رو توبه میکنید دکتر، وگرنه معلمه رو میپرونم. با من همه داروها رو بیارید. محمد حتی داروها رو بیارید. مایلش کودکان رو زود به بیرون برارید. برید زود باشید، زود برید. روزه نمیدونم تیر رو چی خیل برارم. کرد رو با من ده. چراغ رو بیارید. زودتر. اگر یگانیتی بد داشته باشی هر جهتون رو میپرونم. سردارتون رو نجات میدهم فقط با یک شرط. چه شرط؟ چی میخواهی؟ با عوض نجات یافتنش ما رو رها میکنید. پیش از اوقات جراحی زینب میرود و بعد وقتی که او شفا یافت ما رو هم آزاد میکنید. هیچگاه وگرنه میمیرد. دکتر شرطم رو قبول میکنی؟ راضیم. اینجا بیا. دختر رو تا نزدیکی دیه بردمان، کسی تو رو نبیند. رفت زینب. با آنها باور نکنید. همین که به شفا یافت آنها شما رو می‌کشند. کسی که مرا نکن. رفت زینب. زودتر رفت. زودتر. طاهر زودتر رفت. خیر خیر. بیشتر رفت.
آرام درست. زود. فراموش نکن. اگر سینام بمیره تو هم زنده نمیمونی. در اینجا ایست. اکنون چشمانت رو کشوده به دیه رو. خداوند به طاهر مدد رسان. چرا سلاحتان را گرفتند پدر؟ پیسرم آرام نروید پدر. رفته پد را از دست ظالمان گرفتم میاد. نروید اکای حامد، اونجا خطرناک است. دیگر چاره ندارم. انتظار مرگ دخترم شدن را نمیخواهم. پسرم علی را اول به خدا و بعدم به شما امانت میگذارم. بناموسان، نامردان. بابایت گمان میکند که در دانشگاه تحصیل میکنی. معلم شدنت را انتظار است. اگر بابا ابراهیم سلاح گرفتنت را فهمد از علم میمیرد. سلاحت را پرتافته به دانشگاه برگرد یلماس. با کار خودت مشغول شو. اما نخل یاد نده. من در راه راستم. تو کارت را انجام ده. سینان را نجات داد از اینجا دفع شو. از دهن نمیروم. دیگر علاج نداری. میروی دکتر. سربازان رفتند. سینان؟ او را من آوردم بدی. دکتر باشد جراحی کرد. شفا مییابد. من کاری از دستم اومده رو کردم. اون طرفش در دست خدا. هوای تازه گرفتن میخواهم. بیا. گذر. معلمه رو آزاد نمودی ها؟ قهرمان. بازی کن. زود باش. نوبتی تو. راست بیا. من باز نمیکنم. معلمه زینب. آپا زینب. با چی شده باشد؟ همه دوام. با شما چی شد آپا زینب؟ خوب هستید معلمه؟ خوبم. من رفته با بابایم خبر میدیم. معلمه با شما چی شد؟ یانگه چرا گریه میکنید؟ پدرم رفته اپام رو میورند. همین طور نه؟ قربانت شوم. میورند. البته میورند. چرا گریه کرده ایستاده؟ حامد مگر کودک است؟ وای با عقل است. چیکار کردنش را میداند. آپا زینب. آپا جون. زینب. آپا جون. دخترکم.
احوالت خوب است؟ کمی راحت گذاره. بیا نمیده جو تماما آقا جان بشینه. حالت خوب است دخترم؟ چطور نجات یافتی؟ با کمک آقای طاهر. احوال دختر خوب است؟ خدا را شکر خوب است. بگو چه خوشیدی؟ دخترم من کمی به خود بیاید. آمک جان آمدنم رو با پدرم خبر دهید. پدری بی عقلت سلاح گرفته برای نجات تو به کوه برآمد. در جهدی است. دستانت را بردار. این را با من ده. زودتر. راه گرد. راه گرد. بکش. زودتر. او کیست؟ از ده پدر معلم است. آها. آقای حمید شما اینجا چی کار میکنید؟ با جستجوی زینب اومدم دکتر. دخترم در کجاست و من گوید یا یکی رو به خطر رفتم دید. دخترت را کشتیم. جسدش را بلاشا خوران دادیم. رازیل میکشمت تو را به قتل میرده. باز کنید. باز کنید نزنید او را. باز کنید. نزنید او را. باز کنید. در جایت نشین. این را بخور زینب. زینب بینوش. من خوبم دیلو. این به تو فایده دارد. تو را به خود می آورد. یعنی به آقای طاهر چیزی نشده است؟ چند مراتبه میپرسی حال دختر خوب است؟ بگویی باز به نزدت می آیم. تشکر دیلو. با اجازت شما. خوش آمدی دخترم. آمک جان پدرم رو نباید تنها گذاریم. تو میخواهی که با این سن و سالم به کو برایم زینب؟ سربازان علیکی آنجایند، بگذار آنها نجات دهند. خانه معلم همین است درآید. شما چی؟ مرحمت خوش آمدید. خوش باشید. مرحمت خانم رابعه. برای دیدن معلم آمدم. معلمانه در اونجا. مرحمت خانم. خوش آمدید. التماس دخترم به من بگو پسرم حالش خوب است. خواطر نشوید. طاهرم صحت و سلامت است. صحت سلامت است. انشاءالله با خود خدا صحت و سلامت برمیگرده. انشاءالله. زینب باید در خانه باشد. او که ها به هر رسیده است. خدا شکر. باز تو بر زیر ما میبروی ها؟ باز سلاح گرفته به نجات دخترت میایی. من تو بر اینها را کشته نزدی لاشه خوران میپرتایم. ابله او رو به حالش گذاره. کارت چی دختر؟ تو دخالت نکن. حیات سردارتون حالا هم در دست من است. بارون شبیدی سینام شفا یافت. من با آنها چیکار کردنم را میدانم. سینان آنها را کشتن نمیخواهد. چهر کشتن نمیخواهد. هر دویشان را نیست میکنیم. خبری خوش دادم. احوال طاهر خوب بوده. یکی از آنها زخم دار شده. وقتی که صحت شود پسرم رو آزاد میکنه. برو شکر. مصطفایم رو از دست دادم، لیکن با خواست خدا پسرم نجات خواهد یافت. میدانم غمی فرزند سخت است. خدا به کسی نصیب نگرداند.
خیر است چرا اینجا اومدی؟ سربازانو جیغ زدی؟ پسرت در بیمارخانه است مبلغ لازم گفته؟ ها درست است. یعنی سربازانو دعوت کردی؟ بله دعوت کردم. بود چی هم میکردم؟ آخر شما 2 نفر آوردید من دیگر علاجی نداشتم. فرمون سردار همین است. باری دیگر سربازانو جیغ زنی پسر بیمار را زنده نمیابی. الو ها منم شهباز. پول رو به دست پسری عمه کریزو رمون نموندم. پس از چند روز میگیرید. فهمیدم اکا. باور کنید پول در دستتون میشود. باز چی؟ گوش کنید بعد از جراحی براوندنش حتما با من زنگ زنید. پسرم رو به شما امانت میسپارم. او رو نقد نگاه بین کنید. فهمو؟ خیر میلش تا بازدید. پدر شما باشیده میزنید؟ ای دخترم با همین تلفن مرا بیزار کردی. کنی رفته خوراک تیار کن. گروسته شدم. رو خانم رابیه در کجا؟ در بیرون هوای تازه میگیرن. من یک رفته بینم. من جیغ زنم مادر جان؟ نه من خودم میروم. دستورخوان آماده است. مرحمت خانم رابیه. گمان میکنم بعد از خبری خوش را شنیدن خیلی راحت شده. اگر با پسرم یگون چیز میشد من زندگی کردن نمیتوانستم. خانم رابیه با شما صحبت کردن میخواهم. مرحمت. شما مرا میشناسید. قماندان نقل نمودند زنی کودکش را به او داده من میباشم. من مادری براتم. شما رو شناختم لیکن زیق میشوید گفته وفات کردنش رو به شما نگفتم. این همیان آقای مصطفی. انا این باشد عکسی برات. پس از گرفتن اون عکس برات به صدمه دچار شد؟ یگان خیلی صدمه نشده است. آقای مصطفی پیش از جان دادنشون همه چیز رو به من گفتم که برات زنده است. مصطفی دیگر هیچ چیز نگفت؟ هیچ چیز. فقط گفتم که براتم زنده است. سالها باز حسرت دوری فرزندم را میکشم. خانم رابیه با من گوی براتم در کجاست؟ در انقره یک عائله ثروتمند او را به فرزندی قبول کردند، به وی رساندند، در بانفوذترین مکتب خواندند. خانم زلال خواطر نشوید، زندگی برات خوب است. چرا به من از دنیا گذشت گفتی؟ به من گوش کنید خانم زلال. اگر مصطفی به شما میگفت شاید به دیدار بینیش میرفتید. برات خیلی خوشبخت است. پس از این قدر سال همه کار را رسوا نکنید گفته مصطفی به شما نگفت. باور نمی کنم. با من دروغ میگویید. پس چرا آقای مصطفی این رسم را همراهش میگردان؟ از برای خدا راستش را گویید، یا اینکه آقای طاهر برات من است؟ نه خانم زلال، طاهر پسر من است. مصطفی برات رو چون فرزند خودش دوست داشته عکسی او را همراهش میگرداند. باری هم برات رو از طاهر بالا نگذاشته است. از این رو عکسش دایم با مصطفی بود. یگان روز به انقره رفتم. پسرم براتم را از دوری هم باشه و من نشان میدهید خانم رابیه. لیکن تنها از دور. مایلش
یگان روز رفته او را از دور نشان میدم. در کجایند؟ در درآمدگاه. محمد بیا زخمهایت رو طبابت کنم. نمیخواهم. برای چی؟ زخم رومانی دکتر، دردی قلبم زیادتر است. من در حیاتم یک بار نمازم رو قضا نکرده بودم، لیکن در اینجا من خطا کردم دکتر. خطا کردم که با اینها همراه شدم. صبر کن محمد، از اینجا نجات میابیم. مرا زنند، کشند، هم نمازم را قضا نمیکنند. انشاءالله با وعدشون وفا کرده رو آزاد میکنند. خیلی درد میکنه دکتر. زخمی تیر همین خیلی است، بدتر میگذارد. نزدیکتر بیا. تشکر یلماز، مرا نجات دادی. این وظیفه هم از سینو. از این پس تو شخص نزدیکترینی من هستی. بابا السلام علیکم. و علیکم السلام. چوپانی دهی همسایه چی شده است؟ انا این دو هنگامی گوسفندچرانی یافته است. لباس دکتر است؟ بله. حقیقتا لباسی دکتر است؟ دخترم. وای طاهر. مادر جان، بابا ابراهیم در بیرون شما رو انتظارند. رئیس دیه هم همراهشان است. بخیر است انشاءالله. دختران گوی به درون درآیند. گفتم لیکن ندر آمدن. خاله رابیه را دیدن میخواستند. آقای ابراهیم با من چیکار داشته باشند؟ نمیدونم. رفتیم. خوش آمدید بابا ابراهیم. مرحمت آقای ابراهیم. خانم رابیه، دخترم چیتر گفتنم رو نمیدونم. چوپانی دیهی بزلچی است که یک کستوم یافته است. از درونش همیان دکتر را یافته. شما چی گفتن میخواهید؟ خانم گفتنی هم که لباسش کمی خونالود است. خدا پناه بیاد. یوی که به طاهرم نمیدونم اما پیرسرم طاهر چی کار کردن؟ به تو چی کار کردن؟ طاهر مرحمت سینو. تشکر یلماز. نمیارزد. این گونه آدمان با ما ضرر میارند، به خطا گیراه میدهند، نمیپرانند. گناه از گفته سرمان را گرم میکنند. چیکار میکنیم سینون؟ گوش کن برادر، و تو رحمم آمد، لیکن میدونی من باید فرمان رو اجرا کنم.
خیز برادر به دهات رو. زودتر از اینجا گریز. این کارها برای تو نیستند. راست میگویی؟ البته راست میگویم. براستی دیدم زود باش. دیدی در گرد و اطراف هیچ کس نیست. زود باش. خدا از شما راضی باشد. بینید محمدی چوپان برید پرانید. چی گپ شده است؟ چرا داد میزنی؟ دختر رو کشتند. قلبم تو چه میگویی؟ دختر رو کشتند. تو این خبر از کجا آوردی؟ این طور شدنش ممکن نیست. با خدا راست چه بانان دهه گذشته با پدرم خبر دادند. کشته شدنش رو آنها گفتند. گفته بودم که با ما باور نکن. اگر آخرین آرزویمون رو پرسند چی میخواستی؟ تنها صحت و سلامت به ده برگشتنت رو میخواستم زینب. و سبحان الذی بیده الملکوت کل شیء. هرچند به او تهدید کردند نمازش را قضا نکرد. خداوند نمازهایش را قبول کند. آمین آمین و جاش جنت شود. شاید یکی از آنها همیان آقای دکتر را گرفته و بعد آن سلاح را پراندن. یا این طور شدنش ممکن نیست. لباسش را دیدم برفی. از آقای طاهر بود. خونالود بود. اکنون شفا یافتی. من با وعده‌ام وفا کردم. تو نیز وفا کن. من و آقای حمید رو آزاد کنید. دکتر نباید رود سینان. بله راست میگویی. هر جاشون رو میکشیم. با من قول داده بودی. چه قول؟ ما با مردگان شرط ما نمیبندیم دکتر. هی ایستادن جایت میپرانم. آخر ما مصلحت کرده بودیم. قول داده بودی. مگر تو ابلهی دکتر؟ ابله نیستم. به هر حال از تو دیده با عقل ترم. اگر تو ما رو به قتل رسونی پس از 6 ساعت سینان وفات میکند. چرا وفات میکرد؟ از حالش خوب است. پس از یک چند ساعت تاثیر دورو که گذشت سینان میمیرد. دورو رو با من ده. مایلش اگر خواهی گیر، خواهی همش رو گیر بگیر. لیکن میدونی که کدومی از این هاست. اگر خواهی از همش با او ده که زود وفات کند.
همراه همون یک آدمی به سلاح رو روان کنید. وقتی که باوری حاصل کردیم که نجات یافتیم، بعد داروی لازمه رو به او میدهم. پس از این بار دیگر با ما کاردار نمیشه. دکتر چیزی که گوید همون را کنید. زودتر برگرد. دکتر دیه را ترک کن. بعد تو گفتم دیه را ترک کن. هیچگاه ترک نمی کنم. گریه نکنید خانم رابیه. آقای دکتر البته برمیگردم. انا میبینم. انا بعد همون یک جویه من قرار برای دیدنی برات میرویم. خانم رابیه چرا خاموشی؟ من قرار نمیرویم. میدانم شاید فکر میکنید که پسری من از دنیا گذشت، او باشد در فکری فرزند خودش. باور کنید در فکرش نیستم. اگر آقای دکتر بر نگردد من هم به دیدن فرزندم نمی روم. به شما قول می دهم. چرا خیلی نگاه می کنید؟ باور کنید به خدا اگر فرزندتون مرده باشد فکر می کنم که فرزند خودم مرده است. به این هم سال هاست که در سینه پاره سنگ را برداشته می کردم. شما انسان خوب هستید خانم زلا. شما هم آدم خوبید. نه چون که من با شما دروغ گفتم. برادر یگان خیل اویله به فرزندی نگرفته. برادر انقره هم نیست. برات طاهر پسرتان می شود خانم زلا. یعنی آقای دکتر طاهر پسری من است. یعنی حالا من براتم را از دست دادم. براتم به نزدم آمده است و من او را از دست دادم. همین طور پسرم
بابای رسید است، خونده دکتر شده است، او پسر من بوده است، او برادی من بوده است. از من پسر جانم تو را نشناختم، از درد دل تو را پسرم گفتن نتوانستم. برادم را برگردانه، ای گروهای خیانتکار، برادم را برگردانه، پسرم را برگردانه، برگردانه. شرف مدیا تقدیم میکند. با کانال شرف مدیا ابونه شوید و از نوارهای نو بخبر شوید. دکتر به دیه هم رسیدیم. در جوی خطریم. البته مدومه که شما همی خیل بگوید مایلش. از این دارو در 6 ساعت 1 دانه استعمال میکند. از اینش 2 تا فقط در شکم گرسنه.